با من مثل سگ رفتار کنید. به این تابلو خوب نگاه کنید. یکی از تابلوهای ماندگار در جهانه. این تابلو مربوط به روتشینکوفه. داستان جالب و جذاب این تابلو از این قراره که این پسر بچه‌ای که میبینید از مدرسه اومده، نمره نگرفته، تجدید آورده یا مردود شده. برادر کوچیکترش رو نگاه کنید، هنوز به مدرسه نمیره و از اوضاع مدرسه خبر نداره. نگاه تمسخرآمیزی به برادر بزرگترش داره. خواهر بزرگترش رو نگاه کنید، اون گوشه ایستاده. او هم که همکنون گرفتار غرور زیبایی خودش هست، نگاه تحقیرآمیزی نسبت به برادرش داره. مادرش رو نگاه کنید، مادرش پر از مهر مادری است، اما نگاه گلایه آمیز و شکایت رو داره نسبت به فرزندش. و اما سگ رو نگاه کنید. سگ با این حرکت و با این بغل کردن میگه که من تو رو همین گونه که هستی دوستت دارم. من عاشق ذات وجود تو هستم، نه عاشق اعتبار و امتیاز و نمره و ثروت و مال منال و زیبایی تو. و اما نام این تابلو با من مثل سگ رفتار کنید.